سلام. سلام. خب دوستان عزیز، شما بیکاران محترم رو ما دعوت کردیم تا در جریان سخنرانی استاد مطلع بشید. برای استاد مطلع دست بزنید تا وارد بشن. استاد دوستت داریم، استاد دوستت داریم، استاد دوستت داریم، استاد دوستت داریم، استاد دوستت داریم. عزیزان و سروران گرامی، با توجه به درخواست‌های مکرر شما مبنی بر تشکیل جلسه و ارائه راهکارهای طلایی از طرف این جانب اومدم خدمت شما که راهکارهای خودم به صورت خیلی خیلی مختصر خدمت شما ارائه بدم و رفع زحمت بکنم. و اما یکی از راهکارهای طلایی بنده برای اشتغالزایی و رفع بیکاری، متراژ دقیق کوچه ها و خیابان های سطح شهر. بله. خیلی از ادارجات ما هنوز متراژ دقیق کوچه و خیابان ها رو نمیدونن. بله، شما اینجوری میتونید کمکشون بکنید، این خودش یه نوع اشتغال زاییه. راهکار دوم شمردن دقیق تیرهای برق سطح شهر. بله. خواهش میکنم شرمنده نفهمه. یکی دیگه از راهکارهای من، ببینید یه کار خیلی خوبه، دادن دونه به گنجشک‌ها و کبوترهاست. بله، خواهش میکنم. و اما آخری، این راهکار نیست آقا، این شاهکاره. بله. گشتن به دنبال کار در روزنامه ها، سایت های شغلیابی و دیگه جاها هستش. بله. خواهش میکنم. بله، شما میرید میگردید این ور میگردید اون ور دنبال کار، این اداره اون اداره اون خیابون این ور اون ور، این خودش یه تحرک ایجاد میکنه. جانم بفرمایید. استاد اجازه، من یک سوالی داشتم با کسب اجازه از همکاران گرامی. استاد، من تو شغلم یه مشکل دارم. چه مشکلی؟ شغل من بیکاریه. مشکل من اینه که دست تو شغل من خیلی زیاد استاد، رقابت سنگینه. چه پیشنهاد، چه راهکاری برای من داری؟ سال به سال عرصه رقابت بین بیکارها کلاً داره همچین خیلی خیلی وخیم میشه. عرصه رقابت داره تنگتر میشه. شما باید رقیباتون رو به کنار بزنید و به سمت جلو حرکت بکنید. خواهش میکنم. جان سوال دارم. بفرما جانم. این شعر میخوام بخونم. بفرمایید. غنچه گل بخنده میگفت تو گوش بنده، خنده بکن همیشه، اخ بکنی نمیشه، نمیشه. بله. این خودش یکی از راههای فرار از بیکاریه. شعر بخونید. جناب، من 16 ساله که بیکارم. چیکار بکنم که بیمه بیکاری بگیرم؟ آها، از اون جایی که بنده با شما در این زمینه همدرد هستم و مدت زیادی رو در این زمینه فکر کردم، عقلم به جایی قد نداد. شما اگه زودتر به این مطلب رسیدی حتما بنده رو در جریان بذار تا در جلسه بعدی سخنرانی من در خدمت شما باشم. آقا اجازه؟ جان بفرم. باشد، ببخشید معذرت میخوام. ما الان مثلا گشتیم دنبال کار پیدا کردیم. خب الان مثلا کار پیدا کردیم، بعد از اون چجوری دنبال کار بگردیم؟ این سوال خودش کلید کاره. بعد از اون باید چجور دنبال کار بگردی. این خودش یکی از راههای رسیدن به کاره. تفکر. اینجا شما فکر میکنید که چطور دنبال کار بعدی بگردید. این خودش یکی از راههای فرار از بیکاریه. مطلع دوست داریم، مطلع دوست داریم، مطلع دوست داریم.